درود بر شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. امیدوارم که هر جا هستین شاد و سلامت باشید. جذابیت چهره زنان از دید مردان چگونه هست؟ برای دیدن این ویدیو در ادامه با من رکسانه افشار همراه شوید. پس فراموش نکنید که ویدیو رو همین حالا لایک کنید و با من همراه باشید. جالبه بدونید آقایان زنانی رو جذاب میدونن که صورتشون شبیه والدینشون باشه و یا حس و خاطره خوب رو برایشان تداعی کنه. مغز مردان جذابیت زنان رو چطور تعریف میکنند؟ زیبایی تعریف‌های متفاوتی داره و در معیار اون در مکان‌های جغرافیایی متفاوت است و در طول زمان تغییر میکند. بسیاری از زنان برای جذاب و زیبا به نظر رسیدن دست به تغییراتی در چهره خود میزنند تا زیبایی چهره خود رو چندین برابر سازند. آیا میدونید معیارهای زیبایی از نظر مردان چی هست و نقطه جذابیت چهره زنان در ذهن مردان کدام هست؟ پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین تا به جواب سوالات خودتون درباره زن جذاب برسید. جذاب ترین چیز در صورت یک زن چیست؟ چهره ساده. جذاب ترین ویژگی زنان از نظر مردان سادگی صورت اونها هست. این معیار تقریبا در همه جای جهان یکسان هست و مردان تمایل بیشتری به زنان ساده دارند. پژوهشگران برای درک بهتر این موضوع 169 مرد را از جنوب فرانسه انتخاب کردند و چهره زنان را به طور تصادفی در صفحه نمایش نشان دادند و از مردان خواستند به این چهره ها نمره بدهند. این تحقیقات ثابت کرد که مردان به چهره‌های بدون چربی تمایل بیشتری دارند، زیرا صورت‌های بی‌چربی معمولاً ساده هستند، بافت صاف و چین و چروک کم دارند و همراه با خطوط کانتوری نرم هستند. مغز انسان به سمت محرک‌های ساده گرایش داره و پردازش چنین صورتی در مغز آسان است. بی‌چربی بودن چهره میتونه بین 10 تا 15% تنوع در جذابیت رو توجیه کنه و عرصه را برای دیگر فاکتورهای بیولوژیکی، فرهنگی و فردی که از نظر مردان مهم هست باز کند. زنان خوش‌اندام. برخلاف تصورات برخی مردان زنان لاغر را نمیپسندند، بلکه مردان شیفته انحنا، پیچ و خم‌ها و قوس‌های ظریف اندام زنان میباشند. زنانی با پوست سبز. اکثر مردان پوست تیره و سبز را بیشتر از پوست رنگ پریده و سفید میپسندند. زنان جوان. مردان ترجیح میدن با زنی باشن که سنشون 2 سال کمتر از آنان باشد. هر اندازه سن مردان افزایش می‌یابد، همسر جوانتر و کم سن و سالتر را ترجیح میدند. صورت‌های شبیه والدین. اغلب ما جذب صورت‌هایی میشیم که شبیه پدر و مادرمون هست و به این خاطر که اونها نخستین حامیان و مراقبان ما بودن و ما دوستشون داریم. آراستگی ظاهری. اگه میخواین از دید مردان یک زن جذاب باشین، بهتره به ظاهر خود و لباساتون بیشتر اهمیت بدین، چون اکثر مردان کلی نگر هستند و به جزئیات توجهی ندارن و لباساتون اونها رو بیشتر از چهرهتون جذب میکند. پس بنابراین سعی کنید در لباساتون بیشتر از رنگ‌های شاداب و طرح‌های متفاوت استفاده کنید تا زیباتر به نظر برسید. آرایش ملایم. مردان همیشه زنانی رو دوست دارن که چهره طبیعی دارن و آرایش کمتری دارند. پس توجه داشته باشین که در آراستگی ظاهری زیاده روی نکنید و آرایش‌های زیاد و تند و زننده نداشته باشید. زنان خنده‌رو. زنان محبوب خنده‌رو هستند، زیرا همه مردان دوست دارن بتونن یک زن رو بخندونن و هر مردی وقتی بتونه زنی رو بخندونه احساس میکنه فرد فوق‌العاده‌ای هست. چهره‌های معمولی. بسیاری از مردان اعتقاد دارند چهره‌های معمولی با ویژگی‌های متوسط جذاب‌تر از صورت‌های خاص هستند. تحقیقی که روی صورت‌های مختلف انجام شد نشون داد که بیشتر مردم صورت‌های عادی را بیشتر دوست دارند، به این خاطر که ترکیبی از ژن‌های مختلف هستند. و چهره آشنا. همیشه ژنتیک در جلب توجه افراد نقش ندارند. چهره‌ای برای مردان جذاب و دوست داشتنی است که حس و خاطره خوب را برایشان تداعی کنند. این چهره‌ها که برای برخی از افراد آشنا و دوست داشتنی هستند، ممکن از نظر برخی دیگر کاملا معمولی باشند. مرسی از شما دوستان عزیز از دیدن ویدیو. دوستان عزیز خوشحال میشم که نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.